السلام علیکم دوستای عزیز. یک دقیقه ویدیو مرا یک کم گوش کو، خوشت نامد بالا بزنش. دوستای عزیز، مرا مردم پرسان میکنه که یعنی ریزش موی ندارم و موی ما خیلی مقبول است. مقبول بگیم یا چی، و از نظر شما باز میتونه بگویی که مطلب ما چی بوده ای باره. کسانی که ریزش موی داره و دست میزنه در موی خود او در دستایش موی میه، به خاطر از اون مشکل ما یک خیلی رای حل مقبول پیدا کردیم بگویم، یا دیگر رقم هر کس که ریزش موی داره مایج ویتامین او با اول بار ما کار میکنیم در سر با پوست کله به ویتامین سی کار میکنیم و یک است به نام میاکسید کولاگین هایر اویل. ای با بار دویمه با پوست کله، یعنی اموریشه موی که است او سرش اکتیف میشه و ای کس ای سوزنایش هست. به شما نشان میتم که ای در سر ازیمیه 44 دانه سوزن است و از 44 دانه سوزن ویتامین در سر پوست کله کار میشه و انشالله چی رقم که از من میبینیم و به شما نشان میتم، دروغ نمیگم که در قلبای شما چیز نبه موی مرا سعی کنه یک دانه نیست، سعی کن در دست ما یک دانه نیست. هر کس میخواه موی مقبول داشته باشه و میخواه که مویش نره از کلیش، که ما کانتکت بگیری و در کامنت سوال باشه، هر چیز باشه ما به شما جواب میتم. لنبر خودم میمانم در ویدیو، هر کس که ریزش موی داره پیش ما بیایه و ترمیم بگیره، انشالله که این مشکلش حل میشه. خدا حافظ.